عزیزان من، همینطوری که همتون میدونید اعیاد و عیدهای اسلامی 3 تاست. یک ماه پی در پی عبادت و بندگی خدا مسلمین در اولین روز شوال تجمع می کنند در مصلی، در عیدگاه، در مساجد، در تمامی جهان اسلام برای شکرانه این نعمت عظیم خدادادی که به محض توفیق خداوند عزوجل بود که ما موفق شدیم همراه دیگر برادر و خواهران مسلمانمون روزه بگیریم و این جای شکر باقی است و شکر می طلبه و در حقیقت نماز عید نماز شکری است برای موفق شدن امت اسلام برای ادای این فریضه و رکن عظیم اسلام که روزه باشه. عید دوم، عید قربان یا عید اضحی که اون هم دوباره نماز شکری است و مسلمین و عموم مسلمین در اقصا و ادنی نقاط اسلام جمع میشن در مساجد و خوشحالیشون را که موفق شدن تعدادی برادر و خواهر مسلمان در عرفات، در زمین مبارک و مقدس عرفات و در اماکن مقدسه و مشاعر الحرام جمع بشن در مکه مکرمه برای ادای رکن عظیم اسلام، برای ادای فریضه حج و اون هم نیاز به شکر داره. گرچه عموم مسلمین موفق نشدن که برن برای زیارت خانه خدا، اما تعدادی از خواهرها و برادرها که موفق شدن و این فریضه رو از گردن ادا کردن بازم جای خوشحالی است برای تمامی خواهر و برادر مسلمان. عزیزان، برادری و اخوت اسلامی به این معنی است که اگر عزیزی موفق شد به کار خیر یا شاد شد در زندگیش، تو اگر واقعا برادر و خواهر مسلمان هستید باید برای شادی برادرت تو هم شادی بکنید، برای خرسندی برادرت تو هم خرسند باشید و اظهار و ابراز شادی بکنید که تو موفق شدی مثل این که من موفق شدم. بعد از اینکه 3-4 میلیون برادر و خواهر مسلمان از تمامی نقاط اسلام جمع میشن در مکه معظمه برای ادای مناسک حج و عمره و در روز عرفات، روز 10 ذوالحجه، روز 9 هنگام غروب عرفات خداوند عزوجل بر تمامی بندگانش متجلی میشه. قبل از اینکه سیل عظیم حجاج بیت الله الحرام کفن پوشان از عرفات سرازیر بشه به طرف مزدلفه و در اونجا مبیتی داشته باشن شب 10 یعنی شب عید، خداوند عزوجل در مقابل بندگانش در صحرای عرفات متجلی میشه و میگه ای بندگان مؤمن و مخلص و متعهد من و مطیع و متواضع من، همتون برید که همتون رو دست جمعی آمرزیدم، برید با ذنبی مغفور و سعی مشکور و عملا متقبلا مبرور، همتون بر بگردید به اوطانتون. وقتی تعدادی برادر و خواهر مسلمون مورد خطاب خداوند عزوجل قرار میگیرن که برید ای بندگان من که همتون آمرزیدم و سعی و کوششتون رو قبول کردم و تشکر کردم ازتون و عمل صالح و اخلاص نیت و قصدتون رو پذیرفتم و گناهتون رو آمرزیدم و شما رو برگردوندم مثل روزی که از مادر متولد شدی
نمیفهمیدی که گناه یعنی چی. دلی پاک، درونی پاک، روح و روان و فکری پاک. الانم در غروب روز 9 عرفات همتون برید که همتون آمرزیدم. اینجاست که مسلمین در کاف تا کاف دنیا و جهان اسلام صبح روز 10 که حجاج در اون شب 10 به مزدلفه میان، همه در مساجد جمع میشن و نماز عید و نماز شکر رو به جا میارن و ادا میکنن به خاطر اینکه برادر و خواهر مسلمانشون در سرزمین عرفات حضور به هم رساندن. اما سومین عید در اسلام روز جمعه، عید هفته، تمامی مسلمین در اقصا نقاط و ادنی نقاط جهان اسلام برای یک هفته بندگی، از اون هفته تا این هفته همه جمع میشن در مساجد، جمع میشن برای نماز عید، برای نماز جمعه، برای شنیدن خطبه. و در روز جمعه ساعتی هست و اکثر علما گفتن که اون ساعت احتمالاً بین 2 خطبه است که امام می نشینه بعد از خطبه اول برای خطبه دوم، و بعضی گفتن بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب. در روز جمعه ساعتی هست که دعای هیچ دعا کننده‌ای رد نمیشه. اما ایدهای دیگه که به ما تحمیل شده و در امت اسلام دخیله، اونها ایدهای اسلامی نیستند، یا عید ملی هستند یا عید امتها و ملتهای دیگه هستند که به ما تحمیل شدن و تعدادی از امت اسلام خودباخته شدن. هر سازی که استعمار زد، هر عید و مراسمی که برپا کرد، اونقدر و اونچنان براش ارزش و احترام قائل میشن که برای این 3 عید عظیم ارزش و احترامی قائل نمیشن. در خیلی از ممالک اسلامی روز جمعه روز کاره، روز شنبه و یک شنبه تعطیله، اداره ها بازه، دانشگاه ها بازه، خبری از نماز جمعه نیست.